به نام خدا. با سلام خدمت همراهان عزیز. میخوام در مورد پارگی رباط‌های صلیبی زانو براتون صحبت بکنیم که چه پارگی‌هایی نیاز به عمل جراحی داره، چه پارگی‌هایی رو میشه نگه داشت عمل نکرد و با فیزیوتراپی و کارهای بازتوانی دوباره زانو بالاتر برگرد. خب یه سری پارگی‌ها هست که پارگی‌های کامل هست. رباط صلیبی رباطی نیست که به راحتی پاره بشه. البته در افراد مسن چرا به راحتی پاره میشه، در افراد خیلی چاق به راحتی پاره میشه، با یک ضربه خیلی اندک ممکنه پاره بشه. ولی در افراد جوان ضربه باید خیلی سنگین باشه، تصادف باشه، فوتبالیست باشه، یه ضربه محکم رو پاش بخوره که پاره بشه. خب اینجور موارد حتما کسی که یه زندگی حرفه‌ای و فعال داره، جوان هست، فوتبالیست هست و اون زانو قراره براش یک زانو یه تکیه‌دار محکم باشه، این زانو باید عمل بشه. حالا چه زانویی رو ما عمل نمی‌کنیم؟ زانوی افراد میانسال با بالا، زانوی افراد کهنسال. این زانوها وقتی پارگی موضعی هست، وقتی که دیگه فردی هست که زانو در حد آرتروز داره که اون پارگی رو ما درمان هم بکنیم کمکی به زانو نمی‌کنه، اینا رو ما عمل نمی‌کنیم. چرا ما زانو رو عمل می‌کنیم؟ اول اینکه برای اون ثبات استحکامی زانو دوباره حفظ بشه و زانو بتونه یه تکیه‌گاهی برای مریض باشه که مریض بتونه از اون زانو استفاده بکنه. در ثانی این هست که ما افراد میانسالی هم که حتی زندگی خیلی فعالی ندارن، میگه من بازنشستم خونم کار خاصی نمی‌کنم، اینا رو ما چه عمل می‌کنیم؟ برای جلوگیری از آرتروز زودرس، برای جلوگیری از آرتروزی که بعداً منجر به تعویض مفصل در این بیماران نشود، ما اینها رو عمل می‌کنیم. عملی هم که می‌کنیم عمل به صورت آرتروسکوپی است که در بین مردم به اسم لیزری تشخیص داده شده میگن و یک دوره 2-3 ماهه هست که اینا فیزیوتراپی میرن، آب درمانی میرن و بعد اینا رو ما به زندگی قبلشون برمیگردونیم و از زندگیشون مثل سابق لذت میبرن و میتونن اون فعالیتایی که مثل قبل داشتن رو انجام بدن. پس این مورد رو به سادگی از کنارش رد نشید و از آینده زانوتون اطمینان حاصل کنید که یه زانوی خوب و نرمال و مطمئن برای ادامه زندگی داشته باشید. خیلی ممنون.